غور خنک هوا سرد واقعا خیلی متاثر کننده است. میگن دفعه دلم میشه چیختی. چرا؟ از این چند سال هستی؟ 75 اما 20 معلوم میشه. مدیر سر چی جریان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، روز دوم است با ولایت غور و امروز برآمدیم. دیروز ما مواد قسمی که شما دیدین خریداری کردیم. امروز میریم و جای کمپل هم میگیریم و در یک قریه نزدیک به 35 خانواده است. انشالله گوش میکردیم از بیشتر میبود. مواد پشت در خانه اونا میبریم، این کار میکنیم و برنامه دیگه ما یک موتر آمد باش که من نزنه اینه دوم ما پول نقد است و تعداد زیاد از فامیلا توزیع میکنیم و یک برنامه دیگه هم دارم. وایتیون چی بود؟ برنامه دیگه بخیر یک نفر میخوایم که سر پای استاد. بله، یک تجارت جور میکنیم. البته این نهایی نیست، ممکن 3 4 5 دانه شوه ان شاء الله. اینجا صحیح برف است. دوستان عزیز، ما پکیجای مواد ما آماده است. البته دیستریبیوشن کلان ما نیست، خرد است. نزدیک به 35 خانواده مواد آماده کردیم. پشت خانه هایشان میبریم. فامیلایی که نیازمند هستند در هوای سرد ان شاء الله در ولایت زیبای غور یک چیزی از مشکلاتشان حل شده باشه. این یک موتر و او هم موتر دیگه، موتر آرد است و این هم موتر برنج، روغن، لوبیا، نخود، پوره و چای. معلوم میشه؟ بله. از این بغل بگی روشن‌تر است. معلوم میشه. سرانجام به قریه زیبای آختر رسید. حضور در یکی از مناطق محروم ترین جاهایی که البته اکثریت خانواده ها شاید نیاز به کمک دستگیری دارن خوشایند است. ما در جای هستیم که اسمش هست آخته خانه، دهن آخته خانه، مربوط به ولایت غور میشه. اکثریت فامیلا اینجا دوستان عزیز از چشم میدیا و از چشم کسانی که در ولایت کمک میشه اینا در نقطه قرار گرفتن که کمتر دیده میشن. ما امروز آمدیم مواد خوراکی است. البته 35 خانواده است و ما فردا 200 خانواده در مرکز ولایت غور توزیع داریم، ولی انشالله تانسته باشیم یک اندازه مشکلات این خانواده حل کنیم. موادی که شما میبینین کمپل است، روغن، آرد، بوره، چای، لوبیا و همچنان برنج، موادی که به اینا داده میشه شاید یک اندازه مشکلات زمستانی اینا را حل کنه. این کار مشاهده میکنین. انشالله ما بتانیم در دوره های بعدی کمک های خود به شکل گسترده در
ولایت زیبای غور داشته باشیم، نه تنها در بخش بسته های مواد غذایی که در بخش حفر چای، آب، ساخت و ساز شفاخانه و کلینیک ها و همچنان مساجد بتانیم به صورت گسترده ان شاء الله در این ولایت که کمتر توجه شده است ما این کمک کار داشته باشیم. مواد آماده است، از موتر پایین شده و خانواده ها هر کدامش یک بسته بهشون تعلق میگیره، ما تا پشت خانهشان این مواد ان شاء الله میبریم که مربوط مرحله بعدی است. عزیز توزیع جریان داره، لباسای ما به کمک مرتب و ناپاک شده است. فامیلا مواد خود از اون بخش برده میره. ان شاء الله ما فردا توزیع بزرگتر از این داریم. ان شاء الله خانواده ها مشکلاتشان حل شد، با هر دلی که شاد شود میگن شاد میشه. اما احتیاط خانه‌تون کجاست کوکو؟ چند سال هستی؟ 75 اما ساله 20 معلوم میشه. عزیز چرا استاد کمپل چرا دور دادیم؟ خنک، غور، خنک، هوا اوه، سرد، خنک، چی حال از منفیسی. او نه اون طرف خودت برنگ شماست. بگیرم نه خیز نزد. خیره برو شو. اکسان میگه چورده ای مدیر چی جریان داره؟ البته دوستان عزیزی چون موتر چیزی نیست که خالد معمولا از مرکب از این چیزا استفاده میکنن. خب بریم. از قریه اختخانه خلاص شدیم بخیر، مواد توزیع شد و الحمدلله به صورت بسیار خوب توزیع شد. حالا میریم بدن یک بچه‌ای که پدرش از اثر سردی جان شیرین خود از دست دادن. اونجا میریم یک کامشون صحبت کنیم، یک کار بس. خداحافظ. خداحافظ. خب دوستان عزیز به جر ندیم رسیدیم، جایی که امو پسرک پدر خدا در سر سرمای شدید از دست داده است. ما میریم به خانه‌شان، همین دروازه شما اجازه است. شما خوب هستید؟ بریم بخیر. اجازه است. اجازه؟ همین خانه است. چه قسم سرما زد؟
در اتاق سرما زده بودش، در بیرون چی رقم؟ به خانه بود، شب خیلی سرد بوده دیگه. همون شب ایزوم چیزی نشتن آتش کنن، همون شب خیلی سردم بودن، کمی شال جیلی دیشن بله خورترک و پنده دیگه خودشم بله لاغ دیگه انت چی بوده سرما زد و بردن شفخانه مریجش هم نشده. یعنی این فداکاری یک پدر است با وجودی که خودش مریض است، اما کمپل خود میگیره بر سر تفلکای خود هوار میکنه و اونا را میپوشانه که اینا سرما نزنه، ولی خودش وفات میکنه. و بعد تکفین تجهیزش کسی پول گرفتین از کسی؟ ولی هم پول نداشتیم، هم کرای موتر هم چیز دیگه که بعد پا قرض کردیم از مردم، اموالی هم دیگه خرج هم غیر کلا از مردم قرض می‌کنیم دیگه، پول مولی هم نداریم، هیچ کاروباری هم نه کاروباری بکنیم. انت مونده الله متعال مشکلتون حل کنه. ما چه کمک میتونیم براتون کنیم به نظرتون مشکلشون همیشگی حل شود؟ کمک هر رقم دیگه، کمک که میتونین ایتوان تا هست همون کمک بر ما بکنین که ما از همه چیز پاکیم، از مواد غذایی، از سخت هیچی نداریم، ولی فعلا هر چیزی که کمچومی هست گورم از دکاندارا نسی می‌بینیم دیگه، از مردم. خب یعنی منظور نیست که برتان یک سی چرخ بگیریم زرنج که میگن نه، او برتان بهتر است که یک دکان خوراک و فروشی برتان آماده کنیم که مشکلتان از با تمام اعضای فامیلتان حل شود. کدامش بر شما بهتر است؟ خوب میتونین کار کنین داش؟ خدا هر کمش باشه فرق نمینه اگه دیگه. نه در کدامش شما خوب میتونین کار کنین؟ همون قرفه به خوبه بازار چی نکنی، اگه شیمه هم لازم شه خورد ریزه میشه دیگه، غذای هم زیاد بلکه هموز پیدا شد. خب انشالله درست است. پس برادر ما بازم میتونن دربارش فکر کنن که ما برسان سی چرخ بگیریم، زرنج با یکی غرفه، هر کدام خود انتخاب کردن برشان آماده میکنیم. خب ما توزیع 200 نفری ولایت غور است، به میدان آماده، مواد آماده، امیر تنظیم میکنیم. چقدر تشکر. می‌بینید قطارتون کجی نشد خب؟ کجی نشد قطار. یک قطارها را دیدی کسی را میره. آخرین نخواهید ما برنامه زیاد داریم، سربی هم کردیم که انشالله نمیخوام صحبت زیاد طولانی شود. برنامه امروز ما 200 خانواده است که مواد غذایی به اینا توزیع داده میشه. مواد آماده شد بخیر؟ بله الحمدلله مواد آماده شده. مرحله دیگه توزیع است که انشالله لست بخیر میخوانیم. خانواده ها میان به سر جایشان قرار میگیرن انشالله. حالا بگو چیکار میکنید در موبایلت؟ خیر حتما لایو میرم میری؟ بله میرم. حالا شمی مردمای سرک محمد امین. بله پدرت بیا. محمد کی؟ خب بیا. تو پشت زو بیا درست. احمد. بله. تو پدرت؟ سلطان. عبدالعزیز. جمعه خان بله. بریم سیش. عبدالقدیر. این خالی طرف. خالی جای طرف. بیس. بیس. خوب هستین خاله جان؟ شکر خوبم بره. خوبی دل در زوبی. خوبی بیچاره تیدش مونده ایم بره. خوبم دیگه. چند نفر هستین در خانه خاله جان؟ چی بره. چی. افتاشت سکر دارون داده خداشت. که آی ندارم
یا توش دارم نینون باید کمش خانه‌تون کجاست خاله کدوم ولایت؟ خانه فامیلیای پایی بره کسی نیست در طبقه کارگر نه خانه‌تون؟ نه برای چو کسی نه نختریک فرزندایتون است یا نواسایتون؟ ناسام سغیرای خب بچه‌تون مادرش شهید شده یکشو تای بازار موتر زدش یکشو عسکر بوده تون بلد چپ بشید برای چو اونا که سغیری بود بخیر استفاده کنید مادر جان. همکارای ما شماره رو میگیره ان شاء الله کمک‌های دیگه هم از آره شما من می‌گیره. شماره هم اگه بچم بگیریم من شماره سرم بر نمیشه برای بچه دارم همینجا خانه شیمی جیدای پشت اید گوشته میرم همو کرد تای بازار مر نمیشته خیر بخیر استفاده کنید مادر جان. خیر خیر بینو زنده باشید. دنیا خیر بینو زنده باشید. خداوند یالا دوستان عزیز برنامه توزیع ما به ولایت زیبای غور انشالله در آینده ما مخصوصا در رمضان برنامه گسترده تر از این داشته باشیم. لینک ها مشاهده میکنین. و السلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. زنده باشید. شما خوب هستین؟ خب از توزیع خلاص شدیم. صفی الله جان است که رفیق وحید که خب از توزیع خلاص شدیم مدیر صاحب. الحمدلله. چطور بود؟ چنان این کلیپ ببینین چنان دویدن زدن کندن واقعا خیلی متاثر کننده است. خالی کجا آمدین؟ اصلا گپ زدن نمیتونم. آمدیم خانه یکی از دوستا ساعت هم نزدیک 2 بجه است نان چاشت میخوریم. از هتل فرار کردیم البته کجا فامیلا میام. چقدر جایی میکنه. جناب مدیر صاحب صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. دوستان عزیز دیروز سعی دیستریبیوشن ما کنیم مدیر صاحب معزز استاد محترم از دستی که بودجه ها را پشت کرده چی کرده دیگه کلش کل شده فلان بخیر. مارکتینگ تشکر مویام است که جدول است. خب دوستان عزیز امروز آمدیم که این مواد را که بفرمایید. امروز آمدیم که مواد پول شبتیم دیروز خریداری کرده بودیم. دیستریبیوشن تمام شده و ان شاء الله فردا بخیر میریم به سمت هرات. نرم گرم در بخاریگکایتان قرار کرده باشه. در دره شیخ‌ها ولایت غور هستیم در منزل فامیلی که پدرینا به اثر مرض سرطان وفات کرد. الله متعال مغفرتشون کنه و این خانواده یتیم دار است. وضعیت خیلی سخت پشت سر میگذرانند. سرما از یک طرف و نبود موسیقی کافی به خاطر زمستان از طرف دیگه وضعیت اینا را وخیم ساخته است. میریم داخل با از صحبت میکنیم بتونیم کمک کنیم اینا ان شاء الله. خب خال جان قصه کنین که وضعیت زندگیتون چطور است و اینی چی نسبت داریم با یک دو طفلک؟ ریجین بخوری دو طفلک چه میشه بودیم چه تو پیکه من تو پیکه پریم برای جو بچه‌م گفتم مادر چی کرد اینو کردن پیکه پرو کنه خود بس میبینی بس. چند سال میشه که وفات کرده بچه‌تون؟ 4 سال میشه. 4 سال میشه. مادرشون چند سال میشه که اینو ترک کرده؟ 2 سال میشه که ترک کرد. 2 سال میشه. و ای بدن اینا نامده؟ نه خیلی که برات شوی که برات. بیو میگه که چی که یار بیچ پورتو که پیکه پرو اینا داغ کوشو ویتو شده رسی که باز شد. نه باز اینا مادرشون یادشون نمیاد؟ نه یا ای که بخی خورد بود که برافتی ای که خورد بود که برافت ولی کمی شیرتر بود میفهمید ای که خورد بود که نه که مادرش مادرت یاد نمیاد منیشه جان؟ نه. خود دوستش نداری؟ نه. چرا؟ اگه مار پورتال میکرد مار دوست نشد که بخوایم فعلا همین مبلغ پول ناچیزی است و پدر جان میتونه حساب کنن. شما این حساب کنین پدر بزرگوار. سلام علیکم. بیا داخل برم
بریم بفرمون این هست بشین ببین داخل ببین داخل اینجا سر قالین دائما خیلی با مشکل خدا الحمدلله خدا مشکلات این حال کنیم دوستان. ما چیزی که به توانایی داریم به خانواده بزرگوار ای پدر میتیم که تفلکاش انشالله یک چیز باشن. شما حساب کنین که چند هزار است، شما حساب کنین. بازم با دنبال فامیل نیازمندی بودیم که پیداش کردیم. شما از بچه تون پرسان نکردین که کجا هستن؟ من بچه ندارم برای جنوب، من هرچی ندارم، من تا بیام الان چیزم ندارم، ست تگرای دارم، راست بازار ریکن، چیزی ندارم، نی بچه دارم، نی برار دارم، نی خواهر دارم. خاله 5000 افغانی از شما. خداوند سر بلا الهی خداوند پروردگار نیموی چیزی که نظر بلند تا کنه برم. خداوند کریم رحم سر بلند تا کنه. خیلی بش مادر جان. و این هم 9000 افغانی از شما مادر جان. حساب کنید. حساب کنید خاله حساب. شما هم حساب کنید. نه من برای جنوب هرچیم که بلالای خدا سر بلند خیلی داره برام خیلی داره خدا سر بلند خیلی داره برام خودش 9000 افغانی بخیر استفاده کنید. خب دوستان از لینک مشاهده میکنین ان شاء الله که ما بتونیم شما داشته باش به ما کمک زیاد کردین برای خدا سر بلند تا داشته باش همیشه رنگ سر خدا داشته باشی به ما کمک بسیار زنده میکنین باشین بخیر باشین خداوند باشی برام الهی سر بلند بشین خداوند دین دنیا رو خاردار نکنه الهی آمین الهی آمین لینک مشاهده میکنیم خاردار نکنه هر چی دین نکنن دنیا خداوند سر بلند باشی که یک جا روزی مرا ای داری کچا رفت کنیم خدا سر بلند تا برای کمک شما به ما برسته برسته خداوند سر بلند تا باشه هر چی که براتم داری همه چیزا بعضی جا ولاد دیدو پر من بچه‌ای بهم کسی چیزی یک کرونی نمی که نه خدا رسیدی که نمی نه که بهم تو میدونی دیگه من نمیرم همه جا چه که خدای ندم بهم کسی چیزی ندم ده خدا معلوم باشه خداوند مشکلات تمام ما رو حل کنه الهی آمین الهی سر بلند تا بیشتر الهی این چیزی بگیمه خداوند تو نیتین دنیا خاردار نکنه الهی آمین بخیر باش مادر بزرگوار لینک ها مشاهده میکنین دوستان عزیز دیگر ما نمیتونم صحبت کنم وضعیت شما خود میبینین الله میتونه به این خانواده رحم کنه و سلام علیکم جان کجا میگردیم؟ حالا باز میریم خانوادی دیگه بیشتر اینجا با کی گفتم با بچه‌ها میگن دفعه دلم میشه چی چرا؟ از این خاطر که یگان فامیلا رو میبینی وضعیت خراب میشه کی است؟ این بیادر میفهمی بیادر کی است؟ یه کسی است که کی است؟ یه کسی است که متاسفانه در سر سردی هوا پدر خود از دست داده ما باش یک تجارت میکنیم خانواده‌ای است که البته پدر بزرگوار این حالا تا مخرج شدن در اثر سردی هوا جان چیزی که از دست داده بود اما داستان دردآور شب که مادر قصه کرد کمپل میگیره برای فرزندان میذاره و اونم شب خودش از سردی تلف میشه هیچ چیز نداره خانواده 50000 قرضدار است و چیزی وقت تجارت هم نداشتن که از اون طریق بتونه عیش زندگی خدا نکنه ما یک سپرایز داریم به اینا البته خیلی هم سپرایز نیست از قبل همشون امانگی کرده بودیم دکان خودشون داریم موقع انتخاب کردن اجناس جابجا شده است هر چیز دیگه ما اضافه کردیم یک از ما و این کلید دکان این خانواده است که به برادر عزیز ما تسلیم میشه و تا این کلید دکانتان است دکان ما باز کردیم شما میرین داخل با خانوادهتون بفرمایید خوشحال هستیم؟ خیلی کم خوش هستیم مادر جان؟ من جای استاد شما این دکانه که شما هست آرد، روغن، برنج، چای، لوبیا، نخود همه چیز هست مواد اجناس دیگه که شما
بفروشین خمیر مایه اما دیگه که انشالله میتونن از طریق آشای باکر کنین از چاکلیت شیرینی چیزی که با مشکلات البته تقاضای مردم غور است انشالله که دیگر تجربه تلخ زندگی شما نکنین خاطری تلخ زندگی تجربه نکنین الله متعال شاید مغفرت کنه नहीं नहीं